السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این سوال اینکه حضرت داوود پیش آمده بود یا اینکه حضرت موسی علیهم السلام. این قصه یعنی که یا اینکه این سوالی که وابستگی به حضرت داوود و حضرت موسی هست، این از اینجا آشکار می شود که حضرت داوود بعد حضرت موسی خیلی بعد آمده بود. این در سوره بقره، جزء دوم سوره بقره، در دو صحیفه آخری همون جزء دوم سوره بقره بگیم، دو صحیفه در باره حضرت داوود هم در اونجا ذکر شده است و قصه طالوت هم ذکر شده است. وقتی که بنی اسرائیل از سرزمینشون بیرون کرده شدن، آنها در زمان همونها یک پیامبری بود. بعضی میگن شموئیل نام داشت، بعضی میگن دیگر نام داشت. به هر حال کدام پیامبری که نبود از در بنی اسرائیل، آنها طلب کردند که الله پاک، یعنی که طلب کند که به ما یگام پادشاه ملک معین کند. اون پیامبر در نزد الله دعا کرد، از میان بنی اسرائیل طالوت انتخاب کرد. طالوت، این قصهش در صراحتا در قرآن آمده است. شاید که بعضی نفرها از طالوت و جالوت خبر نداشته باشند. طالوت الله پاک انتخاب کرد. در این حالت بنی اسرائیل اعتراض کردند، گفتند که چه خیل اون گفت ملک میشد، پادشاهی ما میشد که اون از ما کرده کم مال دارد و اون فقیر هست، مرد عادی هست. و اون پیامبرشون میگه که الله پاک اون انتخاب کرده است در علم و جسم. او را الله پاک علم هم دادگی هست. حضرت طالوت عالم بود، یکم کرده و هم خاطر در همه جا علم یکم استاد. بعد دوم کس جسم دادگی است الله پاک اونا. اما طریقه جنگ نمیفهمید و قدر در علم و در جسم و قوت بود، اما طریقه جنگی که در مقابل دشمن به جنگت نمیفهمید. خلاصه که به هر حال الله پاک حضرت طالوت انتخاب کرده بود و دیگر که هست بنی اسرائیل اعتراض کردن. و اون پیامبرشون که شموئیل میگفتن بعضیا، که همون گفت که اگر شما که اگر شک داشته باشید به طالوت پادشاه بدن شما که از جانب این الله انتخاب شدگی است، یک علامت، یک نشانه برای شما میاد که تابوت میگن شه. تابوت یکی از صندوقی بود که در اونجا آثارهای حضرت موسی و حضرت بگیم هارون که برادرش گذاشته شده که هست. بعد همون حالت همون صندوق به قدرت الهی که از دست بنی اسرائیل رفته بود، اون با برگشت آمد از نزد کافرها، همین خیل با نزد همین ها آمد رسید. یعنی که هم صندوق خود به خود وقتی کافرها بیرون برآوردن، اون پرید میخه اومده در نزد همین ها چی کرد؟ اومده رسید. یعنی که بنی اسرائیل بی خبر بودن، گفتن اون تابوتی که از دست ما رفته بود. وقتی بنی اسرائیل هر جایی که جنگ میرفتن، هر جایی که در مقابل دشمن میجنگیدن، همون صندوقی که در اون بگم آثار بگم حضرت موسی و حضرت هارون برادرش ماندگی، از بعضی میگه در اونجا مثلا لباسش بود، بعضی بعد همچه عصای حضرت موسی بود و دیگر علامت هایی که در اون یک برکتی بود که جای هر جایی که میرفتن اونو پیش گرفته و میرفتن جنگ میجنگیدن، در مقابل دشمناشون پیروز میشیدن. همون از دست رفته بود. و این پیامبر گفت که یکی از علامت های این که حضرت طالوت پادشاه شما ملک شما باشد، اون تابوتی که از دست شما رفت همراه الله با میره در شما میدهد. اینها گفتن خیر اگر که این طور شود در حقیقت راست بوده سگنی که چند قضبه نگذشت که همون صندوق اومده در نزد اونها رسید. بعضی هم میگن اون صندوق کافرها وقتی که در همون جایی که بود پرستش میکردن در اونجا من کرده ایستاده بودن که هر روز بت‌هاشون میشکست و مسجدهای بود پرستشون چپه میشید. به همون خاطر اون صندوق در پسی دو گاو بسته و همین خیل به یک صحرا فرستاندن. بعضی میگن نه، بیرون برآوردن همون صندوق خودش پریده نزد همین حضرت شموئیل یا اینکه بنی اسرائیل اومد. به هر حال همون صندوق اومده رسید به بنی اسرائیل و بنی اسرائیل فهمیدن که این طالوت پادشاهی بوده است که ملک بوده است که از جانب الله انتخاب شده بوده است و طلب پیامبری که در همون زمان بود، هر کسی که نباشد علیه السلام. بالاخره طالوت لشکر جمع کرد از بنی اسرائیل، باید در مقابل جالوت باید بجنگن. در مقابل جالوت که اون ظالم بود، سرزمین بنی اسرائیل و دیگر سرزمین رو گرفتگی بود، بسیار خونخوار بود. وقتی که طالوت از جانب الله پادشاه که انتخاب شده بود، لشکر جمع کرد از بنی اسرائیل، لشکری خوب گرفت. اونها را آدم‌هایی که طرز جنگ میفهمن اونها را در نزدش جمع کرد و بالاخره در مقابل جالوت برآمد. در این حالت یک صحرای بسیار صحرای کلان بود،
پایان بالای اون دیده نمیشید. همون صحرا میرفتن، لشکری اون بسیار تشنه ماند. و پیش یک نهری بگیم، و پیش یک دریای وقتی که میگذشتن، گفت که الله پاک شما را گفت امتحان میکند به یک نهر. از اونجا کدام نفری که می نوشد اون از لشکری من نیست، پس بگردد برود پیش خانواده‌اش، نزد خانواده‌اش بگردد برود. و هر کسی که نمی نوشد، گفت مگر یک به یک پنجهش، به یک دستش می نوشد، یگام پنجه‌ای که می نوشد، خیر اون از من است. گفت در این اثنا لشکری حضرت طالوت خیلی زیاد بود. به گفته که 100,000، به گفته که زیادتر کمتر، به هر حال بسیاری آنها نوشیدن و از 100% لشکری اون بگیم قریب که زیاد 60-70% شاید که گشت دیگر. امتحانی خداوندی بود. بالاخره رفتن گرفتن. در این اثنا با لشکری جالوت در یک صحرا روپرو شدن، یعنی که در اونجا باید بجنگن. بالاخره در این حالت جالوت طلب کرد که ما با همون سرلشکر شما کدام باشه. گفت از طرفی جالوت طلب شده. دیدم جالوت خودش طلب کرده است که جالوت بسیار ظالم بود. حضرت طالوت طلب کرده که کدامی که باشه از لشکر شما جنگاور، همون سرلشکرتون وقتی من می جنگم. گفت این حضرت طالوت در این حالت که اونقدر در جنگ ماهر نبود، اما با قوت بود. نه که جالوت ظالم بسیار جنگاور بود، چون که از خونخوار بود، بسیار آدم کشته بود و بسیار بگیم که در مقابل مردم مظلوم ایستادگی بود بسیار، و آنها را بسیار کشتگی بود و اون خاطر جنگ بسیار سخت میتونست. بالاخره طالوت دیگه در حیرت زد، اگر خوزی و اگر به پیش برود، اگر شهید شود، این لشکر پراکنده می شود، و اگر نبراید بالاخره در این حالت شرمندگی می شود. و حضرت طالوت گفتی کدام نفری که اگر در مقابل جالوت می جنگد و او را شکست می دهد، همین پاچوهی که خدا به ما داد تقسیم میکنیم بین اون. و دخترم که هست نکاح میکنم به هم میتونم که بعد من گفت ملک در هم میموند. در همین حالت این خبرها به دیگه جا رسید. همون حالت حضرت داوود بسیار بچه یاش بود، اون آمد نزد طالوت. حضرت داوود علیه السلام وقت یاش بود آمده طالوت گفت که من می جنگم در مقابل گفت جالوت ظالم. گفت آخه تو جوان هستی. گفت اون حالتی که تو وقتی که می جنگی در مقابل که کمتر کلان سال باشی و در همون سین سالی همو باشی، کمی کم که تو جوان هستی. حضرت داوود گفت ان شاء الله گمان گفت به قتل میرسانم. گفت وقتی در مقابل جالوت بر اومد داوود، او جالوت مزاح کرده، گفت به استهزا، گفت که یگام نفر دیگر نبود، تو کی هستی که جا اومدی؟ گفت که من گفت کشنده تو هستم. گفت به قتل میرساندگی تو هستم. گفت بعد دیگه جالوت خندید گفت که حاضر گفت در یک دقیقه تو را به قتل میرسانم. گفت جالوت در مقابل حضرت داوود گفت، چون که از حضرت داوود از طرف طالوت رفته گستاخی، اما جالوت دشمن اینها است. همین حالت در حضرت داوود وقتی که برآمد در مقابل جالوت، هم یک سنگی در همون یک بند کشوری داشت که در اون سنگ دختر تاو میداد و میزد. بعضی منطقه اون فلخمان میگن، بعضی دیگر نام ها میبرن. به هر حال یعنی که به همون که همی زد، در همی سرش از دور کرده همی زد، اون جالوت بگیم که جالوت مرد، جا به جا مرد. در این حالت ملک در حضرت داوود رسید. بعد حضرت داوود با بچه او بگیم حضرت سلیمان رسید دیگر. از این قصه هم شاهدش همین است که حضرت موسی علیه السلام قد هارون بر وقت از دنیا الک رفته بودن، آنها در دنیا وجود نداشتن، الک آنها از دنیا گذشتگی بودن. بعد چند وقت بنی اسرائیل خوار و ذلیل شدن. بعد خوار و ذلیل شدن آنها بعد حضرت طالوت آمد. بعد همونجا حضرت داوود جوان بود، در لشکری حضرت از طرف لشکری حضرت طالوت برآمده زد جالوت به قتل رسان. بعد از اونجا که از حضرت داوود دیگه نامش بلند شد و ملک شد، پادشاه شد، و بعد اون فرزند حضرت سلیمان پادشاه شد. بالاخره گفتنی هستیم که در پاسخ همی است که حضرت سلیمان از بنی اسرائیل آمدگی هست، بعد حضرت یوسف خیلی بعد آمدگی هست، و حضرت داوود با بعد حضرت موسی خیلی وقت طولانی بعد آمدگی هست. همین خیلی از یک قبیله، از یک بگیم که بنی اسرائیل هستن همه اینها. والله اعلی و علم. یگام جاهایش که اگر که کوتاه شده باشه که نفهم باشه میتونه که پرسید دیم باره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.